خب داخل ویدیو امروز میخوام به شما بگم که چطوری میتونید داخل تلگرام استریم بذاریم با استفاده از برنامه OBS داخل کامپیوتر. بریم ادامه ویدیو که روی صفحه دسکتاپ هم به شما بگم چطوری میتونید کار رو انجام بدید. خب اولین کاری که میکنین هستش که شما باید تلگرام رو روی سیستم خودتون نصب کنین، ورژن دسکتاپش رو، که میتونید از سایت اصلی خود تلگرام استفاده کنین یا من لینک دانلودش رو زیر همین ویدیو قرار میدم که میتونید از اون استفاده کنین. خب کار بعدی که انجام میدیم این هستش که وارد نرم افزار OBS میشیم. این نرم افزار OBS هستش و تنظیماتی که من روش انجام دادم. اگه با نرم افزار OBS آشنا نیستین، من یه ویدیو قبلا در موردش ضبط کردم و به صورت مختصر و کامل توضیح دادم که لینکش رو زیر همین ویدیو قرار میدم. خب کار بعدی که انجام میدیم، چون تلگرام فیلتر هستش، ما از یه VPN استفاده کنیم. VPN که من استفاده میکنم وارپه، که لینک دانلود این VPN و VPN دیگه‌ای که کار میکنه روی تلگرام رو برای شما قرار میدم. خب اینجا کافیه که روش کلیک کنیم و روی استارت بزنیم. به همین راحتی فعال میشه. فقط حواستون باشه که روی گزینه دوم باشه. رو حالت اول فقط DNS. الان وارد تلگرام میشیم. وارد مای چنلز میشیم و اینجا کانال من هستش. خب برای اینکه بتونیم داخل تلگرام استریم کنیم، روی این قسمت کلیک میکنیم، استریم ویدث رو میزنیم و اینجا با استریم URL و استریم کی میده که ما باید از اینا استفاده کنیم. خب حالا وارد تنظیمات میشیم. اینجا وارد قسمت استریمینگ میشیم. اینجا سرویس رو حالت کاستوم قرار میدیم و اینجا میایم سرویس رو اینجا پیست میکنیم. URL رو پیست میکنیم. اینم استریم کیه، اینم پیست میکنیم. رو اپلای کلیک میکنیم و اوکی رو میزنیم. خیلی راحت. خب اینجا کافی که ما روی استارت استریمینگ کلیک کنیم. اما یه نکته‌ای که هست شاید بعضی بچه‌ها ندونن اینه که شما حتما بیت ریت خودتون رو تنظیم کنید اینجا. حالا بستگی به اینترنت خودتون داره. حالا مثلا کیفیت 720 چه بیت ریتی میخواد، 1080 چه بیت ریتی میخواد. این جدولش داخل کانال تلگرام من هستش. بعدن که شما برین یه اسپید تست هم حتما بگیرین قبلش، به سرعت آپلود خودتون رو ببینین که روی چند هستش. خب من میذارم 700 که فعلا برای تست اوکیه. رو اوکی کلیک میکنم. اینجا الان رو حالت استارت استریمینگ کلیک میکنم و اینجا هم استارت استریمینگ کلیک میکنم. اینجا میتونید وضعیت استریم خودتون رو چک کنین. اینجا میتونید وضعیت استریم خودتون رو چک کنین به همین راحتی. اینجا هم استاپ استریمینگ رو میزنم. خب دوستان، امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. لینک دانلود برنامه رو داخل کانال تلگرام قرار میدم. میتونید به راحتی از اونجا دانلودشون کنید. خب برای ویدیو بعدی هم این ویدیو رو به شما پیشنهاد میدم که به صورت کامل گفتم که داخل OBS چه تنظیماتی میتونین انجام بدین. موفق باشید.